به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. این لحظه ها در سفره قرآن نشسته خواهیم داشت اطراف سوره ماعون تا بنگریم این سوره مبارکه که گمان کنم اکثر دوستان بینندگان آن را حفظ می‌دانند و همواره در نمازها نیز می‌خوانیم و ببینیم که در این سوره مبارکه از جانب آفریدگار یکتا بر بندگان چه دستورات، چه توصیه ها، چه امر و سفارش ها نازل شده. پیش از اینکه به متن سوره پردازیم و آن را ترجمه نماییم، جا دارد که 4 نکته و یا 4 قضیه‌ای که این سوره اطراف آن صحبت می‌کند و محوری این سوره هستند اشاره کنیم. آن نکته اول که در این سوره بیان شده و در دیگر جایهای قرآن البته همیشه تکرار می شود و یکی از حقیقت‌های قرآنی است، این است که این دین مبین که از محض فضل پروردگار من و شما پیروی آن دینیم و از بزرگترین نعمتی بی‌بهای خداوند محسوب است. این دین تنها عبارت از عبادت ها نیست و اینچنین تنها عبارت از رفتارهای نیک یا مناسبت های نیک با مردم نیست، بلکه مجموع این هر دو است. یعنی دین مبین اسلام عبارت هم از عبادت های معین و هم از رفتارهای معین است که انسان باید هر دو را انجام دهد. آنگاه مسلمانی کامل می شود که هم در عبادت ها پایبند باشد و هم نتیجه و ثمره از این عبادت ها در رفتار و اخلاقی او دیده شود. یعنی ایمان تنها یک قضیه فکری و یک چیزی نظریوی نیست که انسان در ذهن نسبت به چیزهای معین باور داشته باشد، قناعت حاصل کرده باشد. مجردی چیزی نظریوی نیست، بلکه همراه با ایمان و اعتقاد و باور میباید رفتارهای معین از صاحب این باور، از صاحب ایمان صادر شود و دیده شود. ثمره ایمان در رفتار و مناسبت صاحب ایمان به چشم رسد. موضوع دومی که در این سوره ذکر شده، البته در دیگر سوره ها نیز به تکرار ذکر می شود، بیان جایگاه بلند نمازهای پنجگانه است. نمازهای فرضی که خداوند در یک شبانه روز برای هر بنده مسلمان آن را فرض حتمی گردانیده است. در این سوره بیان می شود و این عبادت مهمترین عبادت دین است. این عبادت را این سوره همچون معیار برای شناخت مسلمان حقیقی از غیر حقیقی بیان می‌کند. میگوید هر کی این 5 وقت نماز را در وقتش با رعایت ارکانش، آدابش، سنت‌هایش انجام دهد، در انتظارش مکافات‌های بزرگ است و هر کسی این مهمترین طاعت پروردگار را ضایع سازد. در این سوره با تهدید سخت، با وعید شدید هشدار داده شده است. قضیه سومی که در این سوره ذکر شده مسئله ریا و اخلاص است. یعنی به عبارت دیگر این سوره بیان کرده که بندگان تنها و تنها در آخرت از آن عملهای اجر و ثواب به دست می آورند که در دنیا آن عملها را تنها به خاطر رضای خداوند انجام داده باشند. و اگر عملهای بنده یا عملی از عملهای او از این صفت عاری باشد، این خصوصیت در او موجود نباشد، یعنی عمل به خاطر غیر خدا انجام شود، ریا محسوب است و نه تنها این عمل اجر و پاداشی ندارد، بلکه یکی از گناه ها محسوب می گردد. نکته چهارمی که در این سوره بیان گشته، دستوری بزرگ الهی که در این سوره برای بندگان نازل شده، این است که شخص مسلمان می باید سخاوت نفس داشته باشد و از بخل و حرص دور باشد، پرهیز کند. بلکه بخل را از خصلت و عادات منافقان و کافران ذکر کرده. شخص مسلمان می باید برعکس این طایفه سخی باشد، کریم باشد، به تعبیر دلکشا باشد، دستش کشاد باشد و همیشه در اندیشه نفع رساندن به دیگران باشد. پس بیایید دوستان عزیز این 4 نکته را در این سوره ببینیم، این 4 حقیقت قرآنی و این 4 درس دینی را از قرآن آموزیم. خداوند عزوجل در این سوره فرموده: بسم الله الرحمن الرحیم: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. خداوند عزوجل در این سوره مبارکه کسانی را که حقوق او تعالی را و حقوق بندگان را ادا نمی کنند مذمت کرده، به شدت مذمت کرده فرموده: آیا آن کسی را که به روز جزا تکذیب می کند، روز قیامت را دروغ می پندارد، آیا او را دیده ای؟ آیا شناخته ای؟ اگر می خواهی از اوصاف و از عادتهای چنین شخص آگاه شوی، او چنین خصلت ها دارد. فذلک الذی یدع الیتیم، او کسی است که یتیم را از نزدش به اهانت و درشتی میراند. یتیمی که شکسته دل است، شایسته است که به او رحم و شفقت کرده شود، از بس که این نفر به روز جزا ایمان ندارد، در امید ثواب نیست، از عقاب نمی ترسد، یتیم را میراند، درشتی میکند، حق او را ادا نمی کند، دل شکسته یتیم را شکسته تر میکند. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیمی که در مژده کسی که او را به کفالت میگیرد و برای او دستی کمک دراز میکند. امام مسلم از سهل بن سعد روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن چنین جوان مردان فرمودند: انا و کافل الیتیم هکذا، من با شخصی که یتیمی را با کفالت میگیرد از لحاظ مادی و روانی او را تأمین میکند، من در جنت همین گونه قرین هستم با چنین شخص. اما این نفری که به روز جزا تکذیب میکند، از خصلت‌های ایمانی محروم است، یتیم را از نزدش میراند. خصلت ذمیمه دیگری او این است که لا یحض علی طعام المسکین، دیگران را به طعام دادن بینمایان و بیچارگان تشویق و ترغیب نمی‌کند. نه خودش طعام می‌دهد به گرسنگان و بینوایان، نه لااقل دیگران را تشویق و ترغیب می‌کند. در ادامه خداوند عزوجل فرموده: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون. پس وای بر نمازگزارانی که در نمازشان سهلنگارند، بی‌پروا هستند. نماز میگذارند، البته کلا نماز را ترک نکردند، بلکه نماز میگذارند ولی نسبت به نماز بی‌پروا هستند. بعضا از وقتش میبراید، بعضا قضا میشود. نسبت نماز نظری جدی ندارند، آن را یک عبادتی عادی و ساده پنداشته پذیرفتند. وای بر حال چنین نمازگزاران میگوید خداوند. الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نمازشان سهلنگارند، نسبت به هر چیز دیگر نظر جدی دارند، به کار و دکان و حساب و به هر چیز دیگر در زندگی خیلی جدی هستند، خیلی چالاک هستند، اما در موضوع نماز تنبل هستند، بی‌پروا هستند. معنای ویل یعنی عذاب بر چنین شخصان باد. معنای دیگری دارد هلاک باد چنین شخصان. معنای دیگرش نام وادی در جهنم است. خدا را پناه. الذین هم یراءون، خداوند در وصف شخصانی که نسبت به نماز سهلنگارند فرموده کسانی که ریا میکنند، خودنمایی میکنند. اگر مردم را ببینند، در پیش چشم مردم باشند، نماز میگذارند، اما اگر در خلوت روند، از چشم مردم پناه مانند، نماز را ترک میکنند، ضایع میکنند. الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. خصلت ذمیمه دیگری آنها این است که بخیل هستند. بنابراین در مقدمه یادرس شد که این سوره به سخاوت نفس میخواند. مسلمان را امر میکند که سخی باشد، نسبت به دادن چیزها به حیث عاریت یا به حیث هدیه بخل نداشته باشد. این طایفه چنین خاصیت دارند، چنین خصلت دارند که ماعون را نمیدهند. ماعون یعنی چیزهایی که مورد نیاز روزگار است، مثل مفسرین آنگونه که ذکر کردن، نام بر کردن، مثل تبر و ستیل و ترازو، هر چیزی که انسان احتمال می رود که به آن نیاز پیدا کند و در دست دوستش یا همسایش اون چیز هست و می پرسد. گاه تبر لازمش می شود، گاه اره، گاه چیز دیگری. مردم عادت دارن به دیگر دهند. این طایفه چنان بخیلند که از دادن چنین چیزهای خرد و حقیر حتی خودداری میکنند. طبیعی که چیزهای بزرگتر را البته نمیدهند، یعنی بخیل هستند، صفت بخل دارند.
پس در این سوره مبارکه خداوند چند خصلتی ذمیمه را ذکر کرده و دارندگان چنین خصلت ها را وعید شدید داده، ضمناً امر کرده که پیروان قرآن عکس این صفت ها را باید داشته باشند. یعنی اینجا ذکر شده عده یتیمان را به درشتی میرانند، نسبت به یتیمان بیرحم و بیشفقت هستند. پس اینجا امر است ضمناً که انسان نسبت یتیم مهربان باشد، سری او را سیله کند و او دستی کمک دراز کند، دل شکسته او را جبران کند. این چنین در این سوره ذکر شده که کسانی هستند تیره بختانی که دیگران را به کارهای نیک تشویق نمی کنند. پس ضمناً امر شده که انسان می باید دیگران را به کارهای نیک تشویق کند، همراه کند، شوقمند سازد. یعنی نباید خودش عملی شایسته و نیک انجام داده اکتفا نماید، نه، بلکه دیگران را نیز شریک خود در انجام کارهای نیک نماید. چون که در این سوره خداوند عزوجل کسانی را به شدت مذمت کرده ایستاده است که به طعام دادن مسکین ها دیگران را تشویق نمی کنند. پس امر کرده ایستاده است که ای بندگان من، در چنین کارهای نیک هم خود انجام دهید، هم دیگران را نیز تشویق نمایید. پس در این آیت ضمناً امر است، دستور است که پیروی قرآن بنده راستین خداوند می باید نماز را امر جدی داند و از هر کار دیگری دنیایی خود آن را مقدم گذارد. چون که خداوند کسانی را که نسبت این عبادت بی پروا هستند به شدت مذمت کرده، هلاک بر آنان، عذاب بر آنان گفته، وعید داده. این چنین خداوند اینجا طایفه را که ریا میکنند، خودنمایی میکنند، به خاطر چشم مردم عملهای شایسته انجام میدهند مذمت نموده. پس امر است که انسان در دل خود وقتی انجام عمل اخلاص داشته باشد. اخلاص به معنای عمل را تنها و تنها به خاطر رضای خداوند و به خاطر به دست آوردن ثواب در آن دنیا انجام دهد. این چنین خداوند اینجا طایفه را به شدت مذمت کرده که از دادن ماعون، یعنی اشیای مورد نیاز روزگار، به دیگران خودداری میکنند. پس امر است اینجا، دستور است که مسلمان پیروی قرآن میباید از دادن چنین چیزها به عاریت به دیگران امتناع نورزد، خودداری نکند. مادام داشته باشد، یک نفر اگر به حاجت نزد او می آید درخواست میکند چه چیزی خرد است و چه چیزی بزرگ، نباید از دادن او به حیث عاریت یا به حیث تحفه نباید خودداری کند. این بود دوستان عزیز چند نکته و درسی که در این سوره مبارکه موجود است و به امید مطابق سازی زندگی با دستورات و تعلیمات قرآن شما را در حفظ خداوند می‌سپاریم.